بلوگر تاجیک مقیم روسیه جنیدالله خدایورف که یک روز قبل در فیسبوک قصه ریقت‌آور دختری را از روسیه نشر کرده است که در جستجوی پدر تاجیکش افتاده است، روز 14 ماه خبر داد که انگلینا گراف پدر 18 سال پیش گم شده اش را در 18 ساعت پیدا کرد. طور معلوم گردید پدر انگلینا دلوور نه زاده نویه عبدالرحمن جامی ولایت قتلان بلکه زاده و استقامت کننده نویه مشچای نوی ولایت سوخت بوده، این زمان در شهر ولگراد روسیه کار و زندگی میکرده است و خوشبختانه امروز مادر انگلینا با من تماس گرفته اظهار منتداری نمود که پدر و عمک و برادر انگلینا در تماس شده با انگلینا صحبت تلفنی نمودند. نوشته جنیدالله خدایورف. خود انگلینا در شبکه فکنتاکت از جنیدالله خدایورف و دیگر بچه‌های تاجیک برای چنین واکنش گرم و جستجوی زود پدر گم شده‌اش اظهار سپاس کرده است. سلام، سپاس به تو و به همه آنهایی که در یافتن پدرم کمک کردند. تشکر فراوان به همه شما. راستی من انتظار نداشتم که او را چنین زود پیدا میکنید. من خیلی خوشنودم. جنیدالله خدایورف نوشته است که خودش نیز انتظار نداشت که پیوستن این دختر با پدر گم کرده‌اش آسان دست بدهد. راستی خود بنده نیز از چنین رنگ گرفتن کار باور نداشتم و فکر میکردم که ممکن این خبر به عکای دلاور و نزدیکان و پیوندانش خوش نآید، ولی برعکس از دی روز تا امروز خویشاوندان از مشچا، روسیه، اروپا با من در تماس شده اظهار سپاس منتداری بیان نمودند. بنا به اطلاع دریافتی دلاور میرزایف حالا 45 سال دارد. او در ولگراد با یک زن زاده ارمنستان ازدواج کرده است و از وی فرزند دارد.